استغفار نمودن سبب زیاد شدن رزق است. زن حکایه می کند که در سین 30 سالگی شوهرم از دنیا گذشت و 5 فرزند از او به من به سرابان و به پرستار خاندان تنها ماند. دنیا در نظرم تاریک گشت، آنچنان زیاد گریستم که قریب بود نابینا شوم. به تقدیری بدم می گریستم و ناامیدی مرا فرا می گرفت. اندوه گلو گیرم کرده، غم به حال و به مدارم ساخته بود، زیرا کودکانم خردسال بودند و ما از یگان جا درآمده برای روزگذرانی نداشتیم. از آن میراثی که از شوهرم باقی مانده بود با احتیاط استفاده می بردیم. روزی از روزها در حجره ام نشسته بودم. رادیو را به موج شبکه قرآنی موافق کرده به صدای آن گوش انداختم که شخص دانشمند اسلامی چنین می گفت که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که زیاد استغفار کند، از گناههای دانسته و یا نادانسته کردهش پشیمان گشته و از خداوند طلب بخشش نماید، خداوند او را از تمام غم و اندوه نجات می دهد و از تمام تنگی های رزق رهایی می بخشد. پس از شنیدن این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم استغفار را زیاد کردم و فرزندانم را نیز به آن امر نمودم. سوگند به خدا 6 ماه نگذشته بود که به ما گواهنامه مالکیت زمین قدیمه ای را سپردند که آن را به مبلغ چند میلیون فروختم. و پسرم که از طالب علمان مدرسه بود، یکی از پیش قدم ترین دانشجویان آن منطقه گردید و قرآن را کاملا حفظ نمود و از بر کرد و مورد احترام و اکرام مردم قرار گرفت. خانه ما پر از خیر و خوبی ها گشت و زندگی خوب نصیبمان شد. خداوند پسران و دخترانم را صالح و نیکو رفتار گردانید و غم و اندوه را از من دور کرد تا اینکه خوشبخت‌ترین زن در عالم گشتم. هر وقت به ناامیدی تسلیم شدی هرگز چیزی را یاد نمیگیری و به پیروزی و سعادت کامیاب نخواهی شد. ای خالق ارض و سما، ای رازقی شاه و گدا، کردم بس جرم و گناه، استغفر الله العظیم. کردم گناهی به عدد، دانم که بد کردم چه بد، این است وردم ای احد، استغفر الله العظیم. چندان که کردم توبه ها، ثابت نگشتم بر وفا، زین فعل بد ای پادشاه، استغفر الله العظیم. در حب دنیا روز و شب، سرگشته ام اندر طلب، یا رب مکن بر من غضب، استغفر الله العظیم. داری که تا جان در بدن، ناحق زبان اندر دهن، هر دم بگو مسکین حسن، استغفر الله العظیم. هر دم بگو مسکین حسن، استغفر الله العظیم.